سلام، من فرانکم، باز هم فرانکم و ما امروز اینجاییم که چای بخوریم، حرف بزنیم، غیبت کنیم. امروز راجع به خودم و مهسا امروز اینجاست کنار من که هم سوالایی که شما از من پرسیده بودین رو ازم بپرسه، هم منو همراهی کنه که شبیه آدمایی که اختلال روانی دارن و با خودشون صحبت میکنن نباشم. همین هست کنار من و شروع کنیم. مستقیم بریم سر اصل مطلب. بریم سر اصل مطلب. برو از تو چون روانشناسم هستی از کودکی میشه. بذار از اول شروع کنم، راجع به خودم کامل توضیح بدم، خودم رو بشکافم و در انتهای برنامه مهسا از من سوالایی که شما پرسیدین و توی این گفتگویی که من راجع به خودم دارم خودم توضیح میدم نبود، اونا رو ازم بپرس. شما اسمت چیه؟ من فرانکم، باز هم فرانکم. چرا دوبار فرانکی؟ بذار اصلا اینم کامل توضیح بدم که چرا من فرانکم، باز هم فرانکم. ببین مسخره نکنی ها. این قضیه سلام من فرانکم، باز هم فرانکم زمانی توی ذهن من جرقه خورد که من وقتی که توی سوشال مدیا فعالیتمو شروع کرده بودم، دوستای خیلی زیادی این وسط پیدا کردم از جایی که کارم شروع کرد به گرفتن و این دوست‌ها که پیدا کردم خب انقدر بودن و هی فضای جامعه و سوشال مدیا هرچی هی دو قطبی شد، هی مثلا جنگ پیش اومد، اخراج افغانی‌ها پیش اومد، هی این اتفاقاتی که اینجوری پشت سر هم افتاد، هی این دوستام هر کدوم به یک سمتی چسبیدن. یعنی اون اثر جمعی که میگی، هر کدوم از اون دوستایی که توی سوشال مدیا پیدا کرده بودن و خب خیلی هاشون خیلی دوست داشتم، خیلی پیشم اعتبار داشتن، هی به این بخش‌های مختلفی هر کسی به یک جایی چسبید، گروید. آره. و من اونجا وقتی که یوتیوبمو شروع کردم توی ذهنم این بود که من فرانکم و تا زمانی که باز هم فرانکم، این رو بگم که من فرانکم و باز هم فرانکم. یعنی اینکه تمام نظرات من، تمام حرفهای من، چه درست چه غلط، یعنی من ممکنه یه نظری بدم که کاملا از همه نظر اشتباه باشه، چه از نظر اخلاقی چه از نظر روانشناسی، میگم همه چی رو نمیدونم که، ولی همش مال خودمه، خواستگاهش اینجاست. ببین مثلا من الان راجع به زنها صحبت میکنم، خب جزوی از گروه فمینیست ها هستم، خب دغدغه زنان دارم، جزوی از گروه فمینیست ها هستم، اما اگر جایی زمانی من به یک مسئله بر بخورم که با اون گروه فمینیست ها مغایرت داشته باشه، اما نظر من این باشه که این درسته از نظر من، این زاویه دید منه، من همونو میگم. خب الان من هم دقیقا مثل تو هم، من مهسا هستم، باز هم مهسا هستم. دوست داری بگو. من جلوتو نگرفتم. این بیشتر یه یادآوریه برای خودم که امروزم باز هم فرانکم و نظراتی که میدم نظرات خودم. نظرات فرانکی. فرانک اولی اسمته، فرانک دومی هویتته که مثلا تغییرم نمیکنه به تا جایی که تغییر نکنه. اینو میگم یه روزی اگه اومدم گفتم سلام فرانکم، یعنی به یه جایی یه گوشه فروختم دیگه. یعنی یه جای چربید رفتم. از کودکی شروع کنم. بذار از کودکی شروع کنم، حتی از قبلتر از اون چیزی که تو تصور میکنی. من بچه سوم یک خانواده سنتی مذهبی ام. این بابامه، این مامانمه. خب و من خواسته نبودم، به صورت اتفاقی پیش اومد. خواسته یا ناخواسته پیش اومد. حالا اینا خاطراتیه که من نبودم اما میدونم که مثلا من ناخواسته بودم و بعد تلاش های بسیاری پشت این که من نباشم بوده. اگه من نبودم حالا شما خواستی چیکار کنی؟ من نباشم بوده. مثلا مامانم طناب میزده، نمیدونم از بلندی خودشو مینداخته. الان فرانک رو میشه به عنوان یکی از استدلال‌های علیه همون که خودتون میدونین استفاده بکنم. بیا ببین. نه اون خوبه، علیه اون استفاده نکن. علیه چی؟ علیه سخت جنین؟ آره. نه نکن، نه خوبه. چی؟ سخت جنین به نظر من خب به نظر منم خوبه، ولی میخوام دیدی بعضی وقتا مثلا میگن آره که اگر یه بی خانمانی که مثلا یه دونه، ببین این نگاهو ببین من چرا باش مشکل دارم. مثلا میگن همون کسی که تو میگی تو فقر و فلان، این همه نمونه هست، مثلا فلانی بی خانمان بوده راک استار شده، فلان بوده
خب این یکیشه، اون 1,000,000 بعدی که از بین رفتن چی؟ برش کن، بذار این بحث رو باز نکنیم. خلاصه من چسبیده بودم دیگه، گرفته بودم نمیافتادم. بالاخره من به دنیا میام، با مشقت‌های فراوان به دنیا میام و این خاطراتو خب من نبودم که، اینا رو من شنیدم. کی برای تو تعریف کرده اصلا؟ همه. یعنی الان که من خودم مثلا میدم چقدر کار اشتباهی، همه تعریف میکردن دیگه که تو که نمیخواستیم اینجوری شد مثلا. بعد گذشت، مثلا از اسمم شروع کنم. من از پایه، چون بچه سوم بودم، سر ناسازگاری رو من شروع کردم. از اونجایی که میخواستن من رو بندازن من نیفتادم. بعد رسید مثلا به اسمم، من اسمم خودم انتخاب کردم. یعنی تو یاغیگری رو قبل از اینکه به دنیا بیای شروع کردم. دقیقاً سرکشی، ناسازگاری از همون موقع شروع کردم. و بعد من مثلا یکی از چیزهای دیگه که هست، من اسمم خودم انتخاب کردم. تا 4 سالگی برای من شناسنامه نگرفته بودم، یعنی بچه‌ای بود که این وسطش بزرگ میشه. اسمای مختلف زیادی داشتم و توی 4 سالگی وقتی بابام میره ثبت احوال، به من از اونجا زنگ میزنه که مثلا این اسمی که ما انتخاب کردیم و میگن نمیذارن، خودت چی دوست داری؟ من میگم بذارین فرانک. اینجوری میشه که اسمم میشه فرانک. برسیم به این که این چجوری این شخصیت به صورت کلی شکل گرفت. تا یک سنی من توی خانواده هیچ مشکلی نداشتم، چون کودک بودم. هیچ مشکلی نداشتم که مثلا مشکلاتی که بعدها پیدا کردم انقدر عظیم بود که اون مشکلاتی که اون موقع داشتم عادی بود. مثلا من اسباب بازی نداشتم. میشستم، میگن محدودیت خلاقیت میاره، میشستم برای خودم اسباب بازی مثل عروسک میدوختم. خیلی کوچیک بودم و خیلی طفل بودم. یا مثلا همونجا هوشم قوی شده بود که وقتی که مثلا با یه بچه بازی میکنم، اسباب بازیشو داریم با هم بازی میکنیم، سعی میکنم اون اسباب بازی یه جایی بذارم که این داره میره اونو پیدا نکنه، چون اسباب بازی دلم میخواست. در واقع خیلی هم کوچیک بودم. یه دونه خرس من دارم، عکسشو براتون میذارم. این همون اسباب بازی است که میگن به اصطلاح گلدون کردم. یعنی چی گلدون کردم؟ یعنی با یه پسر بچه‌ای بازی میکردم، این خرسه رو اون داشت و بعد من توی همون بازی وقتی که اینا میخواستم برن، این خرسه رو قایم کردم. 2 در کردی؟ 2 در کردم. آره. و بعد این تنها عروسک دوران کودکی من شد. اینا رفتن و برگشتن بیان عروسک رو بگیرن. مامان بچه، قشنگ تصویرم تو ذهنم هست، یادم هم هست، خیلی هم کوچیک بودم. مامان بچه متوجه شد که من قایمش کردم و بعد گفتش که نه نمیخوایمش. مثلا با بچه صحبت کرد، با پسر صحبت کرد، عروسک رو دادن به من و رفتن. یه خرسه کوچیک. من این تنها عروسک تمام زندگی من هنوزم دارمش. گذشت و مثلا مشکلات همین شکلی بود. مثلا اسباب بازی نداشتم، مثلا خیلی اهمیت، من سومی بودم و حالا اون 2 تای دیگه هم خیلی اهمیت و ارج قرب بالایی تو خانواده من داشتم. مثلا خواهرم خیلی محبت و اینا بیشتر میدید، دوباره داداشم به نسبت، من دیگه هیچی، من واسط میچرخیدم از خودم. و ببین یک چیزی که بود، مثلا بابای من به من میگفتش که تو، من که کوچکترین بچه خانواده بودم، فاصله سنی من با خواهرم 8 سال و با برادرم 5 ساله. بابام میومد منو گوشه کنار گیر میورد، میگفت تو باید درک کنی، مثلا خواهرت حساسه، تو مثلا تو پسر منی، تو فلان. ببین این پسر منی از انقدری که من بودم شروع شد. پسر منی یعنی تو پسر منی، تو که نباید لوس باشی، تو که مثلا فلان، نه. و من سعی میکردم ادای اونو در بیارم یعنی اینجوری بودم که نه من مشکلی ندارم بابا، مثلا خواهرمو بغل میکنی مشکلی ندارم، منو هیچکی بغل نمیکنه. آره. و گذشت تا همین کم و بیش این مشکلات این مدلی بود تا من رسیدم به سن راهنمایی و بلوغ. اولین مشکلم از اونجا شروع شد دیگه. سرکوب ها دقیقاً از سن بلوغ من شروع شد که دیگه باید سعی شروع میکردم به اینکه خودم سرکوب بکنم. ما توی خانوادهمون، ببین پدر من سنتی شدید، مامانم خانواده مذهبی، از خانواده مذهبی اومده و اون ریشه ها رو کامل با خودش داشت، هرچند خیلی مذهبی نبود اما ریشه ها رو کامل با خودش داشت. ترکیب این دو تا ترکیب سمی شده بود و به واقعیت بگم ما اصلا جنس مذکر نمیدیدیم.
یعنی من توی 16 سالگی اولین جنس مذکری که پاش به خونه ما وارد شد من عاشقش شدم. و ببین عاشق این شدم، عاشق این نشدم و عشق افلاطونی، یعنی میشه از روی من یک کتاب عاشقانه نوشت، عشق افلاطونی فلان. و دیگه همینم کلا میدیدم دیگه، هی اون بیشتر میشده. حالا یه سری توی این سن 16 15 سالگی یه سری درگیری های اعتقادی هم داشتم، مثلا به سمت درویشی و اینا رفته بودم، نمیدونم مولانا میخوندم، شمس میخوندم، شرکت میکردم تو اون داستان هم در کنار این داشتم. و این تضاده، این عشق زمینی و اون عشق خدایی، اینا با هم قاطی شده بود، یه درگیری عجیب غریب. این دورانم به سختی و سختی خودش گذشت، اما مثلا یه سری از سختی هایی که توی اون دوران من داشتم، خب من نوجوان بودم، من روی دماغم فقط جوش میزد تو دوران نوجوانی و هیچ جای دیگه جوش نمیزدم. و یه سری بولی ها و اینها رو مثلا سر این تجربه کردم که توی اون ویدیویی که من سر بولی کردن توی عشق ابدی به هم ریختم، مال هم کودکیه، هم نوجوانیه، هم دوران دبیرستانه، هم حتی زمان دانشگاه. من زمانی که تونستم اطرافیان خودم رو خودم انتخاب بکنم از اون فضای بولی شدن فاصله گرفتم، چون همیشه یک تفاوتی داشتم با هر جمعی، هر چارچوبی که توی اون قرار می گرفتم و اون باعث می شد که من بولی بشم. مثلا یکی از مشکلات هم توی دوران راهنمایی یادمه که این بود که مثلا پنکیک اجازه نداشتم بزنم و دماغم مثلا پر جوش بود، یواشکی این کار میگم. این سری داستانای اینجوری که حتی مثلا من توی دوران راهنمایی سابقه یه دونه خودکشی دارم، خیلی خودکشی جالبی هم بود. 4 تا قرص استامینوفن با هم خوردم. نمیدونستی نمیکشه؟ نه. رفتم گرفتم خوابیدم و بهت بگم یک روز نصفی من خواب بودم و فکر می‌کردم تموم شده، بیدار که شدم دوباره تموم کثافتی که بودم سر برم. آره مثلا یه سابقه خودکشی اینجوری داشتم، بعد هی بدترم شد. یه بار دیگه هم دوباره شکست عشقی رو خورده بودم. خب دیگه قاعدتا عشقی که توی 16 سالگی 15 سالگی شکل میگیره، شکسته رو تو میخوری دیگه. بعد ببین حالا اینو در ادامه میگم، من تا یک سنی یک کتاب شعر نوشتم راجع به اون عشق. یه سوال، این عشق مثلا در حد عشق از دور میدیدی طرفو یا اینکه ارتباطی هم شکل گرفت؟ شکل گرفت ولی مثلا ارتباط ها اون موقع اینجوری نبود که ارتباط شکل بگیره. ارتباط اسمسی زمان ما که تلفنی هست. آره شما مثلا اسمسی. ببین من تا یک سنی، آره ببین مثلا من 19 سالگی اولین دوست پسرم که بتونی بهش بگی دوست پسرم داشتم. چی بود دوست پسرم؟ من توی مسیر مثلا مدرسه، مثلا مسیر فلان پیش دانشگاهی از این ور راه میرفتم، اون از اون ور خیابون راه میرفت، بعد به هم اسمس میدادیم، بعد میگفت میشه بای بای بکنی تو رو خدا. یعنی نصف اسمس این بود که تو رو خدا 5 ثانیه بای بای با من میکنی. من اینجوری بودم که نه اینجوری میرفتم، این شکلی بود. و اون هم از همه چیزتر دیگه، من توی اون فضای اعتقادیه هم بودم. حالا من باز بزرگتر شدم، اون فضای از من چیز شد، ولی تو اون فضای اعتقادیه هم بودم. حتی اگر محدودیت‌های خانواده هم نبود، من محدودیت‌های درونی داشتم برای اون قضیه. یعنی مثلا وقتی یه دونه اسمس میدادم 3 بار استغفار میکردم، 2 تا اسمس میدادم 4 بار استغفار. مثلا میشستم تا صبح گریه و عذاب وجدان میگرفتی؟ آره فکر میکردم که خدا دیگه منو دوست نداره اگه من یکی دیگر رو دوست داشته باشم. به خودم خیانت کردی. آره من الان بهش نگاه میکنم میگم من که تو که به فنا رفتی، حداقل لذتش رو میبردی. یعنی به فنا رفتی؟ خب اون که بالاخره به شکست عشق منجر شد، تو بالاخره اون زجر رو کشیدی بالاخره توی اون سن. حداقل اون زمانی که بود لذتش رو میبردی. مثلا من بارها شده نشستم با خودم فکر میکردم که مثلا تو چرا یک بار تلاش نکردی که بری این قضیه رو از نزدیک چیز کنی؟ چون من از نظر اعتقادی من فرصت اینو داشتم که تو راه مدرسه یه قراری بذارم این آدمو ببینم، اما از نظر اعتقادی نمیتونستم. مگه تو عرفان هم همینجوریه؟ نمیدونم. آره تو عرفان سخت‌تره دیگه. آره دیگه مثلا تو عشق دستت هم مثلا اینجوری هم نباید بخوری. اون یک شاخه از اسلام. خب یک شاخه از اسلامه و حتی چارچوب‌هاش از همه نظر
خیلی قوی تره. یعنی مثلا از نظر غیبت کردن توی اون یک گناه خیلی عظیم تریه. حرف زدن راجع به بقیه، مزاحمت همسایه مثلا خیلی چیز بلدیه. به همون تبعات اینها هم خب خیلی آخه ماهرخ هم میگفت درویشن. خب اونا اینجوری نیستن، اونا بغل میکنن، بوس میکنن. اون دیگه اونم بزرگ شده دیگه. یعنی چی؟ اونایی که اون موقع مال قبل بودن انقدر حساس بودن دیگه. نه هنوز همونه. این میشه بدعت در اون. باز این در داخلش یک نوآوری اتفاق افتاده. نه او شخصیه، اون نوآوریه. طرف مثل اینایی که مثلا مسلمونن ولی مشروب میخورن. آره نه توی اون اصل اون تو تمام چیزاشو باید رعایت بکنیم که تو مثلا بری عشق ابدی شرکت بکنیم فلان لباس، اون توی اون نمیگنجه. منتها چون خیلی فوکوس توی اون روی قلب و روح تو، نیت تو اینا زیاده، مثلا تو میتونی خودتو با این توجیه بکنی که من دلم پاک. خلاص از دوران نوجوانی ما اینجوری گذشتیم که دوران نوجوانی من با یک عشق ناکام افلاطونی، محدودیت‌های خانواده، اعتقادات عجیب غریب در هم بر هم و اون سردرگمی هم اعتقادی هم عشقی هم خانوادگی، اینا با هم ادغام شد. گذروندم بالاخره دوران راهنمایی، یعنی زنده موندم در واقع. بعد من تو دوران راهنمایی تازه با این مواجه شده بودم که زشتم. یعنی تازه اونجا نه فکر می‌کردم شاید پرنسسم. نه من دارم شوخی میکنم. آره نه من 300 تا عکس سلفی از خودم مثلا توی یک گوشه چیز داشتم، از همه زاویه از خودم عکس میگیرم چون فکر میکنم خیلی خوشگلم. من دوران راهنمایی فهمیدم زشتم. بعد اونجا با اون حقیقت روبرو شدم و گفتم ببین تو زشتی دیگه. یعنی اونجا چیز شدم. بعد رسیدیم به دوران دبیرستان. دوران دبیرستان یک کم از نظر آرایشی ما توی خانواده مثلا من شرایطم بازتر شد، یه ذره خودم یاغی تر شده بودم، چون اون قضیه اعتقاده رو از این پروسه که حذف بکنی خیلی چیزا بازتر میشه. یعنی مثلا تو دیگه از درون خودت سانسور نمی‌کنی، سعی می‌کنی بپیچونی جای اینکه می‌دونی اگر نمیشه، اگه اون محدودیت وجود داره دیگه اون اعتقاد رو که حذف بکنی سعی می‌کنی بپیچونی دیگه. رسیدم به دوران دبیرستان و اون عشق همچنان کماکان وجود داشت و نمیگی هرس میخورم. طرفداری از شما مخاطبان عزیز، میدونم که اصلا درست نیست کاری که داره میکنه. خب کی بوده چی؟ خب سوال بپرس بگم کی بود. میگم دوست خانوادگیمون بود. چند سالش بود؟ من 16 سالم بوده و مثلا 24-25 سالش بوده. آره 7 سال اختلاف سن. اونم تو رو دوست داشت؟ مجبور شد دیگه یه جایی، اینقدر که من تو گیر داده پیله کردی. آره. چند مدت چه تایمی با هم دیگه در ارتباط بودید؟ 1 سال شاید. چرا شکست خوردی؟ شکسته چی بود؟ اون ازدواج کرد. رسیدی الان که خب بعد دیگه گذشت، رفتم دوران دبیرستان یکم خوشگل‌تر شده بودم، از دوران بلوغ فاصله گرفته بودم، یکم توجه جلب می‌کردم، مثلا یه سری پیشنهاد مثلا داشتم، دوست پسر دوستم، دوست پسر، اینجوری یه سری چیز برام پیش میاد. ولی من به یک عشقی که نبود پایبند، وفادار به یک قلب کلید. یعنی بعد ببین تو این وسط تو روانشناسی، کاش میتونستی روان منو تو اون زمان بشناسی. یک انسان حقیری میشدم گاهن در این راه این قضیه. یعنی یک خاری و خفتی. اون نداره. ما همه ما هم کار کردیم. والا منم کردم. به خدا منم کردم. به خدا اشکال نداره. میگم من تعریف میکنم، تو تعریف کن. منم خفت و خاری من تعریف میکنم. خلاصه خفت و خاریایی الان مثلا داره میاد تو ذهنم که مثلا به چه خفتی سعی می‌کردم که یه لحظه بعد ببین یه کارایی من می‌کردم یعنی عشق افلاطونی که بهت میگم، مثلا من هنوز یک جعبه خاطرات دارم که توش یک عطر کوچیکه که مال اون شخص بوده و اینجوری نبوده که مثلا قربت برم این عطر مال تو، مثلا من اینو مثلا یا پیچوندم یا مثلا یه نشونه هنوز خاطره باز میکنم، نه اینکه اون برام مهم باشه، یهو میرم تو اون زمان دیدی انگار آدمو برم داره میبره توی یه جایی میکنه. خلاصه خیلی از این داستانا که داستانای
تو رمانا میخوندی من از روم میشد رمان نوشت. ولی خیلی کارهای این مدلی میکردم که کاملا حقیرانه بود. من کوچیک بودم، من متوجه نمیشدم، ولی الان که از بیرون بهش نگاه میکنم میگم مثلا اینجوریه که ای اسکول عروس میاد در خونه ما به بهونه مثلا یه چیزی مثلا اینجوری. بعد گذشت و اونجا من دیگه کم کم در کنار اینکه محدودیت خانواده و فلان داستان و اینا رو داشتم، شکست عشق هم خوردم و به بدترین شکل ممکن ازدواج کرد دیگه. آره دیگه خود وسط کردم. دوران دبیرستان تموم شد. آره دیگه دوران دبیرستان تموم شد. شکست عشقی رو خوردم به کنکور. پدر من گفت اگر که من مثلا هزینه مدرسه تو میدم یا باید بری تجربی یا ریاضی. من هم از تجربی متنفر بودم هم از ریاضی. منتها ریاضی رو دیگه اصلا نمیفهمیدم. تجربی آره تجربی در یک سطحی، خب ما جفت اوریدیشن داریم احتمالاً نقش مغزمون شبیه هم. تجربی در یک سطحی میفهمیدم. رفتم تجربی و بعد رسیدم به کنکور. بابام می‌خواست دکتر بشم. من آره. مثلا من اینجوری بودم که من اصلا از خون میترسم. فوبیای من فوبیای بریدگی بود. دقیقاً. و تو با فوبیای بریدگی مثلا بابا میخواست پزشکی بیاری. 3 سال من پشت این کنکور الاف کردن که تو پزشکی بیاری. فقط هم بعد درس میخونم. تو اون تایم اون 3 سالی که من گوشی نداشتم، هیچ ارتباطی با دوستام دنیا اینا نداشتم، بعد درس میخوندم. من نشستم شعر میخوندم. کلیات شمس رو برمی داشتم. 500 تا غزل از در انتهای اون 3 سال 500 تا غزل از شمس حفظ بودم. کدوم 3 سال؟ 3 سال پشت کنکور. هی قبول نمی‌شدم، هی دوباره قبول. به جای که درس بخونی آره شعر می‌خوندم دیگه. اونجا من شاعر شدم. زبان شعرم مال خیلی قدیم بود، چون کتابایی که می‌خوندم رفعت سنم. یعنی شعر می‌نوشتی؟ آره دیگه یه کتاب شعر دارم. کتاب آره. شعر. یه بیت از خودتون بگی لطفا. از خودم؟ آره. جا مانده در گلوی من این دوست دارمت، باشد تو را به حال خودت می‌گذارم. در من 1000 ابر پر از خاطرات توست، تا خاطره به خاطره هر شب ببارمت. مانند کودکی که رکب میخورد هنوز، من چشم بستم تو برو میشمارمت. قایم موشکه. 900,019 900,020 باید قبول کرد که دیگر ندارم. یعنی این مثلا چشم گذاشته رسیده به خودم بودم دیگه. نشسته بودم 900,020 900,000 تا میلیون. من از خدای تو به تو عاشق ترم، بدان حالا که رفته ای به خودم میسپارم. یه شعر معروف دیگه داشتم میگفتش که آنقدر نیمه نماها به تنم زخم زدن، نیمه گم شدم آمد و نشناخت مرا. این دیگه اینجوری. خلاصه شعر میگفتیم و شعر نبود. خوب بود دیگه. نشستم شروع کردم تو سایت‌های مختلف شعرامو دادن و یه سری پیشنهاد برای چاپ کتاب و فلان و اینا. یک قضیه که این وسط تعریف نکردم، قصه تعرض‌ها و تجاوزهایی که در این مسیر تا همین سن کشیده بودم. اولیش برمیگرده به 5 سالگی من. توی 5 سالگی من ما یه صابخونه داشتیم که این صابخونه ما یه پسر صابخونه داشتیم. صابخونه‌مون مثلا دوستمونم بود کنارش. و این قضیه برمیگرده به اون موقع که من مثلا اینو تجربه کرده بودم. 5 سالم بود و من این رو فراموش کرده بودم تا دوران مثلا راهنمایی. یه سری داستان‌های دیگه هم توی خانواده، توی فامیل، یک اشخاص بودن که اونا دیگه نمیتونم راجع به اون که اون کی بوده صحبت کنم. مثلا در سطح 1 2 3 نفر از اقوام. خب بعد اونا ولی تو سطحی بوده که مثلا سطح نرمال، تا اینکه میرسم به دوران راهنمایی. چه چیزی نرمال نیست. نه توی سطح تعرض. آره اونا مثلا در حد تعرض بوده تا اینکه میرسم به دوران راهنمایی. من 1 ماه تو دوران راهنمایی خوابم نمیبره، شبها کابوس میبینم. کابوس چیه؟ و اینم بهت بگم، من تمام این خاطراتی که دارم بهت میگم و مال 5 سالگیم و بعد اون اقوامی که دارم بهت میگم و فراموش کرده بودم تا دوران راهنماییم که من 1 ماه خوابم نمیبره. کابوس میدم وقتی میخوابیدم. کابوسم چی بود؟ یک زنی که آویزونش کردن
یک زن دوره عثمانی که ترکه آویزونش کردن و هر مردی میاد یه شرحه فوبیای بریدگیم از اونجا میاد. یعنی من اتفاقی برای بریدگی برام نیفتاده، فوبیای بریدگیم از اونجاه. هر شب تو خواب این خوابو میدیدم که یک زنی که داره هی شرح میشه، هر کسی یه تیکه. خب ما دسترسی از نظر فرهنگی به مشاور و تراپیست و اینا صفر. مشاور مدرسه هم که یار 12 گروه کفدارا یعنی گوش میداد از این ور میرفت میذاش کف دست خانواده، اصلا خیلی چیز کاربردی نبود. من شروع کردم چیکار کردم؟ دیدم من نمیتونم بخوابم، روزا یه چرت میخوابیدم، شبا داستان. شروع کردم به گوش دادن رادیو دکتر هولاکویی. تنها چیزی بود که در دسترس من میشد وجود داشته باشه. چند سال پیش بود؟ 15 سالم بود دیگه. ببین اون همزمان بود با اون عشق همزمان. چون منم این دوران رو گذروندم. منم خاطرات دارم با دکتر هولاکویی، ولی چیزتر بودم، سنم بیشتر. با دکتر هولاکویی که شروع کردم متوجه شدم که این آثار اونه. و کم کم خاطراتم بازیابی شد. هی شروع کردم فشار آوردن به مغز من که این، یادمه که توی یکی از اپیزودها یه همچین اتفاقی، فکر کنم مثلا من کلی گوش داده بودم تا یه کسی شبیه به خودم پیدا بکنم و یکی از گزینه‌هایی که احتمالاتی که داده بود تجاوز بود. و من شروع کردم بازبینی عمیق این آدم‌هایی که توی زندگی من بودن، مردهایی که از کودکی فلان، تا یک صحنه من یادم اومد. یعنی بعد از کلی فکر کردن من یاد یه شروالی یه زیپ، اون دریچه بازیابی خاطراتم شد. یعنی تمام خاطراتم دیگه کم کم بازیابی شد، بیاد آوردم. حالا با این به فنایی میخوای چیکار بکنیم با این خاطراتی که بازیابی شده؟ دوباره شروع کردم به همون خوددرمانی با هولاکویی. به هر کسی که یه همچین داستانی بود شروع کرد توضیح دادن این که تقصیر تو نیست. و من این خیلی بهم کمک کرد که اون زمان هولاکویی گوش میدادم میگفت تقصیر تو نیست. این به من خیلی کمک کرد، چون تمام جوانب بر علیه من بود. مثلا من وقتی که نمیتونم بگم به کی گفتم، ولی به یکی از اعضای خانواده‌ام اینو گفتم و اینجوری شد که باور نکرد. اقوامو که باور نکرد، اون کسی که گفت پسر تو فلان باور کرد، اما گفتش که دیگه گفتم اون لباس رو مثلا سر یک سری از اشخاص دیگه که اصلا باور پذیرفته نشد اون قضیه. و بعد باز هم مثلا اونی که پذیرفته میشد تقصیر من بود چون لباس هم اونجوری بود فلان. من کامنت دادم اینجا، من این تجربه رو داشتم. خب و داشتم فکر می‌کردم که آیا واقعا زنی هست این تجربه رو نداشته باشه؟ خیلی برام سواله. یعنی وقتی با هر کسی صحبت میکنی مثلا میگی که آره یه تجربه تعرضی، تجاوزی، چیزی در دوران نوجوانی و کودکیش مثلا همه داشتن، بعد اینجوریه که مثلا میگن نه مردها فقط 1%شون فلانه. خب این 1% دارن به همه زنها تعرض میکنن. خب نمیشه. من آمار ندارم، 30 سالمه، تو این 30 سال شاید با چند هزار تا زن، هر چند تا زن، یک نمونه ندارم که بگه من نداشتم، در که هیچ نوعی ازش نداشته باشه. آره طیف داره. یک نمونه ندارم که هیچ نوعی از تعرض، تجاوز یا آزار جنسی رو نداشته باشه. و من چون همیشه من همیشه اون دوست امنه بودم برای همه، چه پسر چه دختر. و من از شاید مثلا تو ندونی که فلانی، ولی من میدونستم و همه این خاطرات این آدم ها با من همراه بود و من یک دونه نمیشناسم، یک نفر رو نمیشناسم. خیلی خواست به مثلا تعرض به نوجوان و کودک داشتم صحبت حتی میکردم، حتی اون هم نوجوان و کودک بستگی به نظرم حتی اون هم من وقتی دارم با هر کسی از مثلا صحبت میکنیم مثلا میگم که یه چیزی بوده ولی باز اون خیلی بستگی به خانواده داره. من متوجه شدم که علت تعرض و تجاوز توی کودکی بی پناهی اون بچه است دیگه، در واقع اون آسیب پذیر بودنشه. خب اون آسیب پذیره، اما میتونم بهت بگم که خیلی ربط به خانواده هم خیلی نه، مثلا کی مثل شیر بالا سرشه. آفرین، به خانواده مهمه. هر چی آسیب پذیرتر باشی
احتمالش بیشتره. اون رو من 100% نمیدونم. میتونم بگم 100% زنان یک طیفی از این رو تجربه کرد. و گذشت و این خاطره رو گفتم برای اون فوبیای بریدگی داشتم. گفتم من نمیتونم برم دکتر بشم، اما من اصلا فوبیای بریدگی دارم، من کابوس بریدگی میبینم، چجوری برم دکتر بشم؟ تا اینکه من دوران توی همون سالی که پشت کنکور بودم رفتم یواشکی. اول که به دخترم هم گفتم که برام کتابای تست کنکور بیاره، بعد رفتم یواشکی ورود به جلسه کنکور هنر گرفتم. کنکور هنر گرفتم و رتبه‌ام توی تجربه چقدر؟ توی تجربه 400,000 نفر شرکت کردن، من رتبه‌ام 400 خورده ای بود. بعد توی هنر مثلا 100,000 نفر شرکت کردن، رتبه‌ام 1200 بود. این تفاوته وقتی نتایج اومد، یکم برای بابام اینجوری بود که این نمیفهمه دیگه تجربه. آره اینه، یعنی واقعا انگار مسیرش اینه. و من گفتش که باشه برو، ولی خب من نیستم، برو ببین چی کار می‌کنی. من شروع کردم به اینکه اوایلش کم کمک گرفتم، بعد دیگه شروع کردم به اینکه توی دانشگاه پروژه بقیه رو انجام دادن و کارهای مدلی کردن و دیگه اون عشقم که کامل شکستشو خورده بودم و مووان کردی. نه دختر ساده ای تو مووان کردم. نه من همچنان شعرمو میگفتم، همچنان ادامه میدادم. من من اصلا اون عشق من کار ندارم. من خیلی خیال انگیز چی میشه؟ خیلی خیالاتی چی میشه؟ به انگلیسی چی میشه؟ نه به فارسی رویا پرداز. بسیار رویا پرداز بودم که حتی من در یک دورانی از زندگی اینو از دست داده بودم. من توی خوابم یک سریالی رو برای زندگی خودم شروع کرده بودم، بعدها فهمیدم وقتی فشار روحی روانی بهم زیاد میشه، انگار مغزم توی برای بقای خودش اینو میسازه که تو به اون میزان از چیز نرسی. علاقه ما به ادبیات از این میاد. من خیلی جالبه. منم این پریودو گذروندم. خب منم یک تایمی گیر شمس اصلا خدایا آره شمس یعنی آره اصلا منو فردا کرده تو اون ADHD داریم. آیا به خاطر این شباهتامون زیاده یا به هر دلیلی؟ ولی من هم یه مدت رفته بودم تو مثلا شعر، بعد مثلا میگفتش که مثلا یعنی شعر توی مایه ها، الان یادم نمیاد مثلا شعر توی مایه ها بود که مثلا تو رفتی من تا آخر عمر به پای تو میمانم بلام. ببین تمام اختلالاتو میشه تو دقیقاً. بعد مثلا میشه تصور من همچین عشقی را میخواهم. من مثلا میرفتم در دوران مثلا دنیای خیالات توهم برای خودم و منم از اون دوران ببین من اصلا ببین شعره مثلا اینجوریه که من خاک درگاه تو هم یعنی توی اون فضا من میدونی کی من یادم یه بار یه پیامی به این شخص داده بودم که بستگی در خانیش. ببین اونو نمیگفتم، یه میزان از غروری همیشه خودم حفظ کردم. من مثلا اینجوری بودم که باشه حالا با این که تو مثلا اینجوری شد داستان اینجوری شد، ولی تو زیباترین مثلا چیزی هستی که من تو زندگی دیدم. وای به بشر حسین. اما که بد نبود که. نه دیگه بد نبود، با اینکه تو رفتی زن گرفتی ولی نه زن نگرفته بود هنوز. من زن چیز چارچوب اخلاقیم بود. من زن که مثلا طرف گرفتی که از من دیگه تمام. که بهش گفتی مثلا زیباست بده؟ خیلی چیز بابا دیگه. من فکر کردم چیکار کردی؟ من خیلی کار نه ببین این کارا خیلی زیاد کردم. مثلا یه نقاشی کشیده بودم، زیرش نوشته بودم که رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه توست. بیا بشین. من قشنگ یه تایم در خیالات برای خودم با شعر، به در و دیوار خونه من پر شعر بود، استیکر تمام کتابای من مثلا نه دیوار خونه قشنگ شعر، تابلو شعر. بعد رفتم روانشناسی خوندم. اونجاست که با واقعیت و حقیقت اونجاست که خب این که اختلال فلان داشت، اینم که دیوانه است، چی میگی تو؟ یعنی ببین کل علاقه من به ادبیات با روانشناسی از بین رفت. من علاقم به ادبیات موند، اما بهت بگم که من از نگاه من روانشناسی علم مواجهه شدن با واقعیته.
یعنی نه خوش بینی نه بد بینی. بد بینی به نظر من میخوره به مثلا افسردگی و فلان فلان، خوش بینی میخوره به شیدایی و فلان فلان فلان. برای من این شکلی بود که از این و این خوشباوری، خیال انگیزی، رویا پردازی و این غم و اندوه و علاقه داشتن به غم و اندوه و ناکامی، برگشتم به این وسط. علاقه داشتن خیلی خوب بوده. علاقه واقعا آره من لذت می‌بردم اون لحظه رو حتی بغرم. آره ببین من چون رومانتیسایز شده بود. آره من به ثمر رسونده بودم، یه کتاب شعر از توش درآورده بودم دیگه. من با روانشناسی با دکتر هولاکویی شروع کردم و با روانشناسی آشنا شدم. روانشناسی با من این کارو کرد، هم از این جهت هم از این جهت، به یک خط واقعیتی من نزدیک‌تر شدم و این واقعا یکی از بردهای. ببین یکی از علت من عاشق روانشناسی ام، همچنان عاشق روانشناسم، عاشق مباحث روانشناسی، عاشق کتابای روانشناسی ام و منی که اصلا نمیتونم این چیزی گوش بدم میشنم یک لایو روانشناسی مثلا چند ساعت گوش، چون خیلی به من کمک کرده. یعنی من خودم رو تا اینجا مدیون روانشناسی میدونم. از نظر زنده موندن، تمام عقلانیتم همه رو مدیون روانشناسی میدونم. دیدی کسی که میگن که روانشناسی چرته و من میگم که طعمشو نچشیدی. آره. که بفهمی چیه. در همین زمان من تونستم چیزی به اون شخص که عاشقش بودم بزنم، یک راه ارتباطی پیدا کردم دیگه. اون جدا شده بود دیگه 8 سال گذشته. دوباره پیدا کردم، یه شانس خودم رو یک بار دیگه امتحان کردم و شکست خوردم. درو کوبید تو صورتت؟ درو کوبید تو صورتم، یه نگردم دوباره شکست عشقی در؟ آره شکست عشقی اونجا دوباره خوردم. اینجوری بود که تو چه فیلم هندی هستی مثلا، ویل کن دختر بکش ببین اینا رو ول کن برو زندگی. من اونجا یه شکست عشقی دیگه خوردم کله خوردم، ولی بهترین شکست عشقی زندگیم بود. من رفتم خونه، گریه‌امو کردم، چایمو ریختم الان رفتم خونه و با اون قضیه مواجه شدم. شب خوابیدم، صبح پا شدم اینجوری بودم که موو آن کردی. آره. در چه سنی موو آن کردی؟ 21. بعد از 5 سال بالاخره. آره ولی مووان نه مووان عادی، مووان مثلا انگار جت شخصی گرفتی مووان کرد. یعنی دیگه از اون بالا نگاه کنم دختر دیگه خاطر برای تعریف کنم. قبلا فکر میکردم که اختلال مرزی دارم چون خیلی شبیه اصلا ADHD خیلی وقتا با اختلال مرزی چیز میشه، اشتباه گرفته میشه. توی اختلال مرزی میگن که تو یه لحظه عاشق، یه لحظه فارغی، اصلا معلوم نیست چی میشه، یهو عاشق میشی یهو فارغ میشی. خب من این خیلی من پیش اومده بود، همیشه در زندگی مثلا یهو عاشق میشم و یهو فارغ میشم. تا آخرین باری که اتفاق افتاده بود فکر کنم من توی رابطه 7-8 ساله بودم. خب تا چند وقت پیش چند وقت اوکی. بعد این رابطه 7-8 ساله دیگه به کل تمام شد. یعنی یه جوری چیز کردن که دیگه تمام پل‌ها خراب شد دیگه، اصلا کلا دیگه تمام شد. بعد نشسته بودم همونجوری به تر نگاه میکردم، پنجره آه میکشید و من اینجوری بودم که چشمهاش، من چطور چشمها رو فراموش کنم، دستها. فکر میکردم خدایا من چطور دیگر موهای او را. بعد این مثلا این ظهر بود. خب بعد دیگه شب تموم. بعد از اون بودم بابا یارو چی بود این موبانی که تو میگی کردی. من این موبانی یه بار تجربه کردم دیگه، اونم واقعا نصفش توهم بودم، نصفش تقریبا کلش توهم بودم. یه تایم خیلی کوتاهی توهم نمیزدم، بقیه توهم. و بعد من مووان کردم، صبح پا شدم گفتم بیا مثلا بست بوده. آره بعد ببین تازه شروع کردم دیدن. یعنی اینجوری میشستم با خودم ببینم دختر تو چطور اینو ندیدی اونو ندیدی. حالا یه سری اطلاعات هم از دکتر هولاکویی از بابت اختلال پیدا کردم، شدم که این خودشیفتگی هم داشت، این فلان هم داشت، این هم داشت، این هم داشت. بعد نگاه می‌کردم خوشگلم نبود
کلا گذر کردم و رفتم سراغ زندگیم دیگه. اونجا شروع کردم به زندگی کردن. یعنی این تایم تا تایمی که من ازدواج کردم به من خیلی خوش گذشت. کاش این در رو زودتر میکوبی تو صورت. ببین آره، یعنی کاش این دره رو میکوبید تو صورتم. دره نمیکوبید، لای در باز بود. من اون لای در نشسته بودم نگاه می‌کردم. دره که کوبیده شد تو صورتم، زندگیم تغییر کرد. من یک تایمی از زندگیم، من 30 سال زندگی کردم، همیشه میگم شاید به اندازه 7-8 سال زندگی کردم. اون پارتی که دیگه شروع کردم به زندگی کردن بسیار خوش گذشت، بسیار به من خوش گذشت. دیگه رفتم تو فضای دانشگاه و دوست و اکیپ و این ور اون ور، تجربه کردن چیزهای مختلف و فلان و آشنایی با آدمای مختلف، پسرای مختلف. نه که مثلا میدونی اصلا تازه به خودم این اجازه رو دادم که ببینم این کیه، مثلا این پسر چیه، این چی میگه. میدونی من یه در واقع وفاداری سادیسمی به اون قضیه داشتم و شروع کردم آشنا شدن با آدمای مختلف، شروع کردم توجه گرفتن. آدما میتونستن عاشق من بشن. من فهمیدم اصلا آدما هم میتونن منو دوست داشته باشن. یه تئوری هست میگن که همه انسان‌ها در زندگیشون یه هو فیز دارن. هو فیز یعنی دورانی که تو میری اشغال. و این دوران تو میری اشغال برای هر کسی میتونه یک تایم متفاوتی داشته باشه و میتونه در یک تایم متفاوتی از زندگی اتفاق بیفته. من خوشبختانه هنوز تو نه بابا پیش شده. نه من خوشبختانه زود شروع کردم. مثلا از 18 سالگی شروع کردم. دیرم تموم کردم. نه از 13 سالگی شروع کردم پرقدرت تا مثلا چی؟ نه من تایمش تو شروع کردی تا این پارسا. نه مثلا تا نه مثلا 27 مثلا. آره چند سال بیشتر. آره مثلا هم از این بر هم از آره قشنگ. ولی من پرقدرت ریسک پذیر ببین ریسکای میکردم که الان مو به طرف میشه. اینو میخوام بهت بگم، میخوام که الان خیلی خوشحالم منم که خیلی اون تجربه رو کردم. هیچ وقت حسرتش به دلم نمیمونه. خیلی خوشحالم، بسیار خاطرات خوبی ازش دارم. تقریبا همه این خاطرات 10 بار شنیدن. فوق العاده عاشق اون دورانم. ولی همین الان دیگه نمیتونم. یعنی الان مثلا اگه فضا برام پیش بیاد دیگه نمیتونم اون تجربیاتو داشته باشم. اصلا علاقه دیگه بهش ندارم. ولی از اون حسی که اون لحظه تجربه کردم بسیار راضی، خوشحال و خوشنودم و بسیار ریسک کردم، بسیار خوش گذروندم، بسیار خوش گذشت. در این مسیر بسیار هم خودخواه شده بودم و بسیار خودمحور. یعنی اگه یه جایی بهم خوش نمیگذشت، با کسی بهم خوش نمیگذشت، یه چیزی بهم خوش و بسیار راحت طلب. یعنی من با شلوار راحتی میرفتم دانشگاه، نمیدونم خیلی خیلی خودمحور شده بودم و خیلی خوش گذشت. هر کاری دلم می‌خواست می‌کردم، هر چی دلم می‌خواست می‌پوشیدم و هر جا که دلم می‌خواست می‌رفتم. و همچنین در همین تایم هم من با محدودیت‌های خانواده به شدت در چیز بودم. ولی همین که تو پلیس درونی نداشتی خیلی خوب. خلاق شده بودم. آره دیگه پلیس بیرونی میشه با خلاقیت. هوش با هوش پیچون. ببین بسیار باهوش بودم. ببین مثلا من یادمه که یک باری رفته بودم، نمیتونم بگم چی؟ آره دیگه بابام که یوتیوب نداره. یا رفته شما من شروع کردم به آشنا شدن با پسرهای مختلف. خب توی این آشنایی من متوجه یک باگی در خودم شدم. یعنی باگ که نمیشه بهش گفت، یک آسیبی رو تو خودم پیدا کردم. تا قبل از اون من وفادار به یک چیزی بودم که وجود نداشت. خب حالا که شروع کردم دیدم که من از یک سری از آدم ها مثلا میام دیت با تو، خب میشینیم، تو اگر یک ذره به من نزدیکتر بشی من حالت تعو میگیرم. فیزیکی. یعنی اینجوری شدم که به خاطر همین شروع کردم به این که حالا اینم بهت میگم، شروع کردم یه مقداری به بازی روانی راه انداختم با آدم ها. یعنی رابطه رو توی اون مرحله آشنایی انقدر، چون نمیتونستم برم جلوتر، نمیتونستم فراتر ببرمش، انقدر اونو نگه می‌داشتم مثلا الکی باشون قهر و دعوا اینا که مثلا آره مثلا کشش میدادم دیگه. آره این وسط اینجوری وای میستادم، یعنی یه ذره جلو یه ذره عقب، یه ذره جلو یه ذره عقب، که این آشنایی رو مثلا کش میدادم. چون اگه مثلا تو اگه یک قدم جسورانه برم داشتی من باید میرفتم دیگه، چون نمیتونستم. به خاطر همین هی چیز میکردم، مثلا
تو فکر کن یک پسری هستی که از من خوشت میاد، تو به من بگو مثلا دوستت دارم. دوستت دارم. مرسی. یعنی هی میرفت جلوتر. خب با هم بیشتر آشنا. من اگه به کسی بگم دوست دارم بگم مرسی دیگه نمیبینم. آخه از اون ورم یه کارهایی میکردم که تابلو هم نبود. یعنی مثلا من به تو نمیگفتم دوستت دارم، ولی اگه من زنگ میزدی مثلا همو ببینی میگفتم آره. مثلا تو میگفتی چرا مثلا این کسی که از من خوشش نمیاد مثلا چرا سیگنال های متضاد. آفرین. ببین هر رابطه یک محدوده آشنایی داره دیگه، پارتنر اعلام میکنی، پارتنر میشین با هم دیگه، پیش میرین تو اون قضیه. من این آشناییه رو کش میدادم که به پارتنر نشی، که به پارتنر نرسی، که درخواست مثلا حتی نه صرفاً رابطه داشتن، همین که تو اگر از اون جایی که نشستی احساس صمیمیت میکردی با من، دستتو مینداختی رو شونه من حالت دعوا میگرفتم. بخاطر همین تو رو اونجا نگرم داشتم و یه کاری میکردم که تو فکر کنی که عادی و نرمش اینه، یعنی این چارچوب منه که تو باید رعایتش بکنی. دستکاری روانی میکنی. بله. تو این تایم زندگی خیلی آدم نایسی نبودی اصلا، ولش کن بگذاریم. آره مرزهای اخلاقی. خب اینو به خاطر این توضیح دادم که بگم که ارتباط‌های یعنی این آشنایی هام زیاد بود. این با تو آشنا شدم، دنبال یه نفر میگشتم که اون حسه رو بهش نداشته باشم. یعنی اگر که مثلا میشینم پیش تو اون احساسی که داره حالم به هم میخورن نداشته باشم. این رو هم علتش رو هم حتی میدونستم، یعنی میدونستم به خاطر تجربیات کودکی و نوجوانی این در من ایجاد شده و بهش میگن چی؟ مردگریزی داشتم. و علت اصلا این که قرارهای مختلفم پشت سر هم میذاشتم این بود که مثلا یه نفر رو پیدا کنم، دنبال این بودم که یه جایی مثلا به خودم ثابت کنم که نه اینجوری نیستم. مثلا یه اضطرابی هم منو گرفته بود برای ادامه زندگی که اگر که هیچ وقت دیگه نشه چی. خب دیگه دختر بالغ جوان بودم که نمیتونستم با هیچ مردی ارتباط بگیرم. عاشق میشدم و عاشق دور. یعنی تو همون تایم هم مثلا یکی از همکلاسی‌هاشون عاشق شده بودم، راجع به چشاش مثلا شعر میگفتم، ولی نزدیک نه، همون از دور عاشق میشدم. ذهنی اوکی بودم، اینجوری نه. گذشت و یک تایمی دیگه خسته شدم و بیخیال شدم. و من توی همین تایمی که دارم راجع به این قضیه برات صحبت میکنم خودم هم بسیار پیکمی بودم. یعنی اینجوری بودم که جلب توجه بکنم، دنبال توجه باشم، خیلی این مدلی بودم. مثلا یکی از جملات چندش آوری که ازش استفاده میکردم این بود که تو جلب پسر رو بیشتر خوش میگذره. مثلا این مدلی بودم. ببین من خیلی چیزهای افتضاحی در زندگیم بودم ولی خیلی پیکمی نبودم. یعنی دست درد نکنه. ببین یعنی نشستی داری برای یه نفر باگاه خود رو میکنی برمیداره شمشیر رو میکنه. بعد دیگه کم کم اون جلب توجه اینه، عزت نفسم پایین بود دیگه. پیکمیام علتش همینه که پیکمی میشن دیگه. آره اون که 100%. ولی من نمیدونم چرا پیکمی نبودم. من خیلی عزت نفس پایینی داشتم. شاید با یه چیز دیگه ترکیب میشه که تو پیکمی میشی. مثلا برای من میتونه با اون که مثلا محبوب نبودم من، مثلا تو احتمالاً توجهی هم میگرفتی. خب من از 16 سالگی رفته بودم سر کار و کارم کار خیلی با پرستیژ بود. من از 16 سالگی استاد زبان بودم و بزرگسال درس میدادم. من میرفتم سر یعنی از 16 سالگی با یک احترام زیادی. یعنی اون احترام و اون مثلا وای خانم ادیب نیاما فلان عاشق اینا رو چون شاید داشتم مثلا احساس نیاز نمی‌کردم که اینا از پسرم بگیرم. یه تایمی هم پیکمی بودم و بعد اون جایی که فهمیدم پیکمی بودم خیلی نقطه عطفی تو زندگیم بود. یعنی مثلا وقتی که با این مفهوم آشنا شدم، بخاطر همین من سعی می‌کنم این مفهوم رو با آدم‌ها توضیح بدم، چون یه سری آدم‌ها هستن که وقتی که این مفهوم بهشون توضیح میدی متوجه باگشون میشن، تموم میشه اون قضیه. مثلا من این مدلی بودم. من وقتی با مفهومی به اسم پیکمی آشنا شدم، نشستم خودم رو ریویو کردم، دیدم نه آره ولی تخریب نمی‌کردم هم جنس خودم. تخریبم همین جوری غیر مستقیم بود که تو جمع پسر رو بیشتر خوش میگذره. ببین گذشت و من یک روزی پیکمی پنهان بود. پیکمی پنهان. آره. تو ذهن خودم هم واقعا
پیش پسرا بهم بیشتر خوش میگذشت. میدونی رو نمی‌کردی جلوی دوستات؟ دخترا رو هم دوست داشتم ولی اینا رو مثلا چیزتر میدم. آره. بعد آره اینجوری بودم. بعد یکم هم این فازم داشتم که گناه دارن و کی گناه داره؟ مرد گناه دارن و اینجوری هم بود. بار اقتصاد رو دوششونه. آره تفی. برای چی دلت میسوخت دقیقا؟ برای اینکه نمیتونستن احساساتشون رو بیان کنن خیلی دلم میسوخت. مثلا اینکه دوستای پسر زیاد داشتم و میدیدم نه هیچ دوست صمیمی ندارن یا اگر دوست صمیمی دارن راجع به احساساتشون صحبت نمیکنن و مثلا من هرگز پسری رو در حال درد دل کردن ندیده بودم ولی مثلا تو دوستای دخترم خیلی نرم بود که تو راجع به این اون صحبت کنی. ولی مثلا تو پسرا اون سر اون خیلی دلم میسوخت که اینا صحبت نمیکنن، راجع به خودشون صحبت نمیکنن. مثلا میدونستم که این دوستم مثلا فلانی امیر این مشکل رو الان داره ولی وقتی میشستیم راجع به فوتبال صحبت میکردیم. نه مرد روابطشون خیلی سطحیه. آره دقت کردی میگن که دخترها یا زنها با هم دیگه بیشتر دعواشون میشه به خاطر اینکه روابطشون عمیق تره. من اگه بگم هر روز بشینم متوجه فوتبال حرف بزنم سر چی میخواد دعوام بشه؟ آره. خب ولی وقتی ما دوست صمیمی میشیم مثلا چه عمیق ترین مسائل ما هم با هم دیگه میگیم، من میتونم همون رو یه روز استفاده کنم علیه تو. خب اونا در واقع چیزی هم از عمق هم دیگه ندارن. نمیدونن اصلا. وقتی چیزی خیلی سطحیه میگن دوری و دوستی، درسته مثلا من دیگه نزدیکن فیزیکی ولی دوستیشون عمق نداره، برای همین هم هست رابطه طولانی تر دعواشون هم نمیشه. نهایت دیگه سر دختر خواستم براتون روشن کنم که اگه دفعه کسی گفتش که آره من دختر خیلی با هم دعوا میکنن دوستیشون سوال ازت بپرسم اینو بهشون توضیح بدید. این که دخترها سر پسر دعوا میکنن خب ولی پسرها سر دختر دعوا نمیکنن. به صورت میانگین دارم میگم پشت سر میزنن. آفرین. دعوا اون از چیه به نظر تو؟ مثلا همیشه پسرها اینجوریان که داداشی ولی خب من میگم من دوستای پسر خیلی زیادی داشتم تو جمعشون بودم و میرفتی آب بخریم پشتت زده بود. خب مثال من الان میخوام 10,000 تومان لازم دارم برم 10,000 تومان تو کیفت بردارم بهتون نگم چه بهتره یا بگم که 10 تومن بده تو بگی نه بعد با هم دیگه دعوام بشه؟ کدومه که اخلاقی تره؟ کدومه که درست تره؟ هیچ کدوم. هر جفتش بده. آره. کدوم بگی کمتر بده. آفرین. بگی کمتر بده. در نتیجه این که مثلا ما بگیم که دخترها با هم دیگه بیشتر دعواشون میشه سر پسر لزوما چیز بدی نیست. دخترها با هم دیگه مستقیم تو روی هم صادقانه دارن میزنن. این که تو بری مثلا داداشی بعد بری پشت سر مثلا به دخترش تکست بدی این خیلی کار کثیف تریه به نظر من. خلاصه تا اینکه من یک عیدی رفتم سر یک کاری، یه پروژه شهرداری و این چیزا بود، رفتم سر یک کاری، توی محیط کاری غرفه شهرداری داشتیم. من توی یکی از این غرفه ها کار میکردم. غرفه ما خیلی پاخورش زیاد بود چون که من تنها دختری بودم که توی تمام این غرفه ها شهر تنها دختری که مثلا توی این غرفه بود من بودم و این غرفه خیلی محبوب بود. من با یک راسته بود این غرفه ما اینجا بود، بغل ما آتش نشانی بود، ماشین آتش نشانی بود، اون ورتر هلال احمر بود، فلان بود، پلیس بود، فلان.